به نظر من حیفه که وقتی به میلان زیبا سفر میکنین از بزرگترین و خفن‌ترین شعبه استارباکس توی اروپا که توی این شهر واقع شده دیدن نکنین. توی این ویدیو میخوام ببرمتون استارباکس میلان. وارد یه ساختمون قدیمی و تاریخی میشیم که قبلا بورس و اداره پست مرکزی بوده، اما الان تبدیل شده به بزرگترین و زیباترین شعبه استارباکس در اروپا. هر قسمتیشو که نگاه میکردی انگار یه اثر هنری بود. مساحت این شعبه حدود 2300 متر مربع و جزئیات فوق‌العاده‌ای داره. واسه کسایی که مثل من عاشق شیرینی‌ان اینجا مثل بهشت میمونه. این شعبه با یه بیکری معروف توی ایتالیا به اسم روکو پرینچی همکاری میکنه تا نوع شیرینی‌های خوشمزه رو هر روز به مشتریاش ارائه بده. اینجا هم دارن دونه‌های تازه قهوه رو رست میکنن و انگار که یه کارخونه قهوه بزرگ وسط شهر قرار دادن. دیدن این مراحل واسه من به شخص خیلی تجربه جالب و متفاوتی بود. این لوله هایی هم که میبینید به این دستگاه وصله برای انتقال دونه های رست شده قهوه به جاهای مختلف این شعبه است. یه سریا میرن بسته بندی بشن برای فروش به مشتری ها، مقدارشون آسیاب میشه و همونجا دم میکنن و به مشتری ها میفروشن. یه سری هم میرن توی انبار برای ذخیره سازی واسه آینده. بعضی از نوشیدنی‌های این شعبه منحصر به همین شعبه است و جای دیگه نمیتونید پیداشون کنین. از آفاگاتو با نیتروژن گرفته تا اسپرسو کاکتیل که طبقه بالا و توی بار مخصوص سرو میشه. اسم این نوشیدنی که تو تصویر میبینین بربن ویسکی بارل ایجد هست که دونه های قهوه قبل از رست شدن توی بشکه های ویسکی قرار میگیرن که طعمش رو به خودشون جذب کنن. بعد از این مرحله هم دونه های قهوه رست میشن و بدون اینکه هیچ الکلی داشته باشن یک طعم کاراملی و دودی به خودشون میگیرن. مرسی از اینکه تا آخر این ویدیو با من بودین. امیدوارم که شما هم لذت برده باشین.